کاری کردم برای خودم، گفتم براتون بگم شاید به درتون بخوره. چون تایپ کردن برام سخته، زمان بره توی کار با هوش مصنوعی، با ایجنت ها. وقتی میخوام با ایجنت هم یک کانتکست طولانی رو بهش بدم، یک موضوع طولانی رو براش باز بکنم، سخته بخوام تایپ بکنم. اومدم کاری که کردم، یه دونه اسکیل ساختم که و یک بات تلگرام. توی اون بات تلگرام میرم وایس میذارم به زبان فارسی یا انگلیسی. من فارسی راحت ترم، به زبان فارسی وایس میذارم توی اون بات و میرم توی ایجنت هم. مثلا حالا من کلاود کد یا کرسر استفاده میکنم، اسکیلی که ساختم به اسم گوش، اسمش هم گذاشتم گوش. اسکیل گوش رو ران میکنم و میره آخرین وایسی که توی اون باتی که ساختم گذاشتم رو گوش میکنه، متنش رو در گوش میکنه، یعنی متنش رو در حقیقت استخراج میکنه، اسکریپتش رو، صوت رو تبدیل به متن میکنه و اونجا راجبش باید با هم صحبت میکنیم و ادامه میدیم. یعنی صحبتمون اینجوری شده، گوش میکنه برام. میدونم که ابزارهای مثل ویسپر فلو وجود دارن، ولی کار کردم خیلی هم خوبه، ولی دوست ندارم اون اشتراکشو بدم. این روش برام $20 در ماه صرفه جویی میکنه. اگه شما روشی استفاده میکنید، روش آسان‌تری، بهتری سراغ دارید، حتما بگید، هم من استفاده بکنم هم بقیه بچه‌ها. مرسی.